به نام خدای اطلسی ها، خیرین محترم مدرسه ساز، سرکار خانوم نیزاری و زنده یاد اختر صدوقی. نمیدانم قهرمانم خطابت کنم یا پهلوان. میان انبوهی از واژه ها گم شدم. کمکم کن که خطاب به نامم چه باشد. خدا قوت ساده‌ای به سادگی روستا. میدانم که مرا میدانی و آرزوهای مرا نیز میدانی. اینجا روستای گرمابسرده. اینجا قبلا مدرسه بوده، خرابش کردن، یه مدرسه جدید ساختن. ما توی منطقه سرسیری زندگی میکنیم. اینکه اون وقتا مدرسه‌مون شیشه‌هاشون خش داشت، بعد چوب‌هاش نداشت، خیلی یخ میکردیم. اینجا خیلی خوبه، گرم میشه. اتاقاش قشنگه، میداش قشنگه. مدرسه جدیدم خیلی قشنگه، دوستش دارم. دست زمانایی که مدرسه درست کرد نه درد نکرد. خیلی خوشحالم که مدرسه جدید دارم.